داستان امشب درباره زودیاکه، قاتلی که هنوز بعد از 50 سال پیدا نشده. کالیفرنیا، 20 دسامبر 1968. دو نوجوان به نامهای بتی و دیوید واسه اولین قرارشون از خونه خارج میشن، ولی نمیدونستن این قرار ساده قرار به یکی از مشهورترین پرونده‌های جنایی تاریخ آمریکا تبدیل شه. چند دقیقه از پارک کردن ماشینشون نگذشته بود که یه نفر با لباسهای این شکلی نزدیک ماشین میشه. وقتی نزدیک ماشین میشه، بتی و دیویدو با شلیک گلوله به قتل میرسونه. صبح روز بعد که مامورها میرسن، اثری از قاتل پیدا نمیشه. در اون زمان هنوز مامورها نمیدونستن قراره به یک کابوس بزرگتر تبدیل شه این موضوع. صبح روز بعد یه مرد ناشناس با پلیس تماس میگیره. اون مرد همون زودیاک معروف بود. وقتی تماس میگیره، مسئولیت قتل رو هم گردن میگیره. چند هفته بعد نامه‌هایی دریافت میکنن که نویسنده ادعا داره قاتله. توی اون نامه‌ها نشونه‌هایی از اثرهای رمزگذاری شده. او برای اولین بار خودش رو زودیاک اعلام میکنه. اما پلیس چطوری متوجه شد فرستنده نامه همون قاتله؟ پارت 2 فردا شب.